خب دوستان عزیز خوش آمدین به بخش سوم برنامه و یک سلام تقدیم میکنم برای کسایی که امی لحظه چینل چنج کردن و برنامه خود تماشا میکنن. برنامه بخش خاطرات، میزبان دو ورزشکار هستم، عمران جان و مهدی جان از رشته مویتای و عمران جان مبارزه آزاد یا فری فایت میگن نه؟ بقدر بلدیت ندارم، خیره یک پرده میکنیم، چرا پرده میکنیم. عمران جان بگوین بر ما که در کجا به مسابقه اشتراک کردین؟ از مسابقه تان کمی قصه بکنین. تشکر ایمال جان. من اولین سفری که رفتم کشور ترکیه بود. مسابقات 2010 بود، سال 2010 بود. مسابقات جهانی بین 52 کشور بود. یعنی اولین مسابقه که رفتم و مشکل ترین مسابقه که بود برای من همون دوره بود، چون یعنی آمادگی داشتم ولی آنقدر که آمادگی باید می داشتم نداشتم. خب با وجود از آن رفتم و طبعا در مسابقات جهانی کشورها بسیار اشتراک میکنه. یعنی در بین از باید آدم به کسی که میخواد هدفی که داره به او رسیدن بسیار مشکل است که سیکوی اولی است. خب من اولین مسابقه با کشور ایران بود که یک حریف بسیار سرسخت، یعنی کسی بود که در دوره قبلی در وزنی که ما مسابقه کردیم وزن مثبت 72 کیلو بود، قهرمانی داشت، اول شده بود. اولین خب کشور ایران خواست اولین بار که تیم او را پرت و مرا اوت بسازه. خب کمک پروردگار و دعای مردمم بود که تونستم او را در رنگ اول با تکنیک سبمیشن بگیرم و دستش از قسمت اورنج مایده شد و تسلیم شد. عمران عزیز، یکی از خاطراتت میشنم که به یکی از کشورها رفته بودین و یک خاطره که ما یک دقیقه لبخند بزنیم. خب یک خاطره را براتون قسم میکنم جان. در کشور ترکیه اولین مسابقه که بود، امی کوچ تیم ایران و اما جاجیایش که بود کلشان هم تو گرد رنگ کلشان جمع شده بودند. میخواستن ببینن که افغانی یعنی چه رقم شکست میخوره. این واقعا یک امید بودند. و زمان شد که مسابقه از اولین مسابقه که مشروع کردم تا آخرین مسابقه کلش رنگ اول کلش تسلیم کردم، کلش نکاوت کردم و بخی حیرت زده شدن. و بهترین خاطره هم دوره مسابقات کلش دیگه درو کردیم. کلش خب مسابقه که رفتیم کلش رنگ اول تسلیم و نکاوت کردم که 4-5 مسابقه کردیم نشان دادی خودت. بله. باز مسابقه که خلاص شد پیش رئیس سازمان رفتم گفتم شما اوج آمده بودین، گفتم چی رو می‌خواستین ببینین. خب او هم نیت صاف بود، گفت محمد می‌خواستم ببینم که مردم افغانستان می فایتر افغانستان چه کم مقاومت داره ببینم در این. گفتم خب دیدی؟ گفتم خب دیدی؟ گفت بله دیدم. گفتم صحیح شده نه. زور بازی تا نشان دادی برشان. خب وا سر ما حساب نمی‌کردن. مهدی جان، یکی از خاطرات میشنم. از سفر کوریا؟ از سفرتانم، سفر باشه داخل افغانستان باشه، هر آنجایی باشه، فقط خاطره تانه که زیباترین خاطره تان باشه. زیباترین خاطره می بود که من واقعا همین سفر کوریا بسیار ناامید شده بودم و با اینکه باخت نداشتم به خاطر مشکلاتی که بود نتونستم بازی کنم. این واقعا بسیار در دلم قسم ناراحت بودم. گفتم وقتی که من برم افغانستان همراه دوستای مادرم فامیل مینا روبرو شوم چه قسم به همراهم رفتار کنن یا یک احساس دیگه ای داشتم. وقتی که ما در میدان پایین شدیم واقعا امی قسم دلهوره داشتم و پیش دروازه میدان رئیس صاحب امیر حسین حسینی که اینجا نیستن و رئیس فدراسیون مویتای واقعا با دستگل درای ما استاد بود و بسیار به یک ذوق گفتن خوش آمدین مهدی خانم و همچنان مادرم. این بسیار بر من خوشایند بود، بر من یک امید داد که من مثل یک مدال آور وارد داخل افغانستان شدم. بین به می امید که ما هم یک امید یا خوشخبری براتون بتیم. دوستای درباره چی گفتن؟ کلیپ از دوستای تبینیم چی خوب است. از خانمایی است که من فکر میکنم میتونه احقاق حق کنه. یعنی ویژگی‌هایش زیاد بود. استاد با اخلاق بود. در هر عرصه اول باید استاد با اخلاق باشه که ما از اخلاق استاد خیلی خوشمون آمد. استاد راسخ است و همچنان نمیخواد با اعمال خشونت به ما آموزش بده. مهربان است. هر باره که بر شاگردان میخواین یک تمرین عملی انجام بدن از من خواهش میکنن که کاراش سر من انجام بدن بر شاگردا که تمرین یاد بگیرن. هر بار مرا گیر میندازن. در دویش بعد از که کمک دویش کردیم میخواستم که به خود نان چاشت تیار کنیم.
در جریان تیار کردن نان چاشت متاسفانه فکر میکنم استاد زیاد کار خانه نمیکنن یا کمک در این کار ماشی بودن. میگه در کارهای خانه عمران جان مهدی جان میگن خیلی دختره است که در تمام کارهای خانه دسترسی داره، کار میکنه، خصوصا باز آشپزی. خب دوستش آشپزی واقعا لاف نمیزنم، اما خوب هستم. ای که موضوع دوش گفتن یم یک راز است. دوش رفته بودیم اما پیش از اینکه دیگه به من بتن خودشون دیگه سوختانده بودن من صدا کردن که استاد بیا بشی پیش دیگه آماده کو. بس من دیدم که دیگه سوخته بود. خوب است روزای افشا میشه و خواستم که به ما یادی از اون روزی که به تپه با دوش رفته بودین به یاد از اون روز بندازمتان. عمران جان خودتان با آشپزی چطور هستین؟ شما خود دیگه انشالله دوستایت نسوختاندن باز اونجا مسئول شما را تعیین کرده باشن بگن که عمران فضل خدا تا فعلا تا روز آمده، ولی غذایی که یعنی هم میخورن مردم هم میخورن او را طرز تهیه‌اش یاد ندارم و غذایی که خودم میخورم یک ورزشکار میخوره بهترین غذا رو برشون آماده کردن میتونم. یعنی بهترین سینه مرغ یخنیش باشه و بهترین مویی و تزنگای ترکاری باب این چیزا رو میتونم تو خود ماند از لست و از تو خود مزاد استفاده نمیکنم. معمولا بچه ها را که فرصت بکنی چی خوب پخته کرده میتونه دیگه چیز نمیتونم، تخم بانجانمی خوب جور کرده میتونم. مهدی جان چی خوب تیار کرده میتونه؟ ماکارونی رو خوب پخته میکنم. خوب و میگه خیلی بدتون میاد؟ نه خوش دارم. بسیار زیاد میگه ازش نفرت داری؟ نه خیلی نه خوش دارم. خب بازم از سفرتان از مسابقه تان سوال ما این است که در کدام مسابقه بهترین مبارز شدی یا بهترین دستاورده داشتی؟ ملجان فعلا شکر پروردگار چند دوره که مسابقه رفتیم 3-4 دوره رفتیم، در کلش مسابقه کردیم به دوای ملت افغانستان و به دوای پدر و مادرم تونستیم که تمام حریفای ما در این اول نکاوت کنم و تسلیم بکنم و تا فعلا رنگ دو مایت فاید نکردیم و یعنی بهترین مسابقه که بود مسابقه در سازمان سفل بود که در کشور هندوستان شهر منبعی بود، یعنی یک سازمان بسیار کلان است. دوجا دستاورد گرفتن بسیار مشکل است. بهترین فایترها جهان دوجا حضور داره که دوجا ما که یک هندی مبارزه کردم که او مدال برنز المپیک داشت در رشته جیدو. بسیار کسی بود که مطرح بود بر هندوستان و بسیار او را تشویق میکنند که او را تانستم یعنی هیچ امتیاز نگرفت و هیچ برش موقعی را ندادم که حتی تاچ کنه دستکش در جانم. در حرکت خودش یعنی سبمیشن تسلیمش کرد. خب تسلیم شد. ما هم با امید تسلیمی های هرچی بیشتر کسایی که با شما مسابقه میتن هستیم و حال یک کلیپ میبینیم. بعد از کلیپ یک میان برنامه کوتاه کلیپ از دوستای عمران جان است با هم تماشا میکنیم که باز هم در باره عمران جان چی غیبتک ها کردن چی تعریفک هایشان کرد. خوب است؟ خب ما باید دوستی دارم دیگه او رو باز دست خودشون پرسان کنی که باید چقدر دوست دارم. یک چیز بسیار جالب براتون میگم. استاد عمران نام خدا به نماز خود بسیار پابند است. 5 دقیقه نماز میخوانن 15 دقیقه دعا میکنن. زیاد خواندی به نمی داشت که دوستای خود برای و یگان در مکتب پلیسی کنه. و زیادتر خواندی دم خودی خواندی نمی داشت که دوستای خود فایت کنه. معمولا به خرید بسیار مشکل پسند هستن و میریم تو روزا شده که رفتیم 4-5 ساعت خود زایی ساختیم ولی چیز خوششان نامده. همگیری دوست داره. خب زیادتر یکی از همشهری خودم است بیاد امروز دوستم نیست. اونا که در خانه باشه امروز گاهی که از پولندی بگی او رازار بده چیزی گران شده که زیادتر که از ما از استاد خارمی را پرسیدم که با تمام آرزوهایی که دارین تا فعلا رسیدین، یعنی چرا که استاد بسیار آرزوهای زیاد داره و اگر رسیدین تا چی اندازه رسیدین و دیگه چی آرزوها باقی مانده که تا فعلا نرسیدین. امی سوالم است چرا که همیشه ازش پرسان میکنیم اونا باز نمیگه. همیشه آرزوهایشان پنهان است و صرف دمسر نماز میباشن و اون با آرزوهایشان بدلش علمه دیگه به ما نمیگه. دوستای عزیز عمران جان دوستاش درباره‌اش گپای خیلی جالب گفتن و مهمتر از همه که 5 دقیقه نماز میخوانن و نیم ساعت دعا میکنن. ما هم دعا میکنیم که عمران جان هر آن آرزویی داره به آرزو برسه و مهدی خواهر ما همچنان. یک میان برنامه کوتاه، بعد از میان برنامه باز درباره کلیپ
گپ میزنیم.